سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو تحلیل تکنیکال بیت کوین و آلت کوین ها. همونطور که مشاهده میکنید بیت کوین بعد از رد کردن ناحیه مقاومتی 113600 دلار به سمت نواحی 117 الی 118000 دلار در حال حرکته. برای اون دوستانی که میخوان دوباره وارد پوزیشن بیت کوین بشن در صورت پول بک میتونن خیلی پر ریسک روی ناحیه 113600 دلار وارد بشن. همچنین ناحیه‌ای که کم ریسک داره بین 111 الی 112000 دلاره. من پیشنهادم به دوستان اینه که از ناحیه 111 الی 112 هزار دلار استفاده کنن یا منتظر بمونن که ناحیه مقاومتی 117 الی 118 هزار دلار شکسته بشه و سمت نواحی بالاتر حرکت بکنه و اونجا وارد پوزیشن لانگ بشن. همچنین یک نکته خیلی قشنگی که اتفاق افتاده، بیت کوین دامیننس از روز گذشته شروع به یک حرکت نزولی کرده که الان توی چارت بهتون نشون میدم. بله، همونطور که مشاهده میکنید بیت کوین دامیننس بالاخره تونست این باکس مقاومتی خودش رو از دست بده و زیرش یک کندل 4 ساعته ببنده. اگر بیت کوین دامیننس موفق باشه کندل امروز رو زیر این باکس ببنده، میتونه به سمت نواحی 56 الی 57 حرکت کنه. اما این همه ماجرا نیست. اگر 56 و 57 از دست بره، میتونیم یک حرکت صعودی خوب و قدرتمند توی آلت کوین ها انتظار داشته باشیم. من یه انتظاری دارم اینه که امروز بیت کوین دامیننس بتونه بیاد یک پولبک به ناحیه شکسته شده بزنه و بعد بریزه یا فردا این اتفاق بیفته. لطفا دوستانی که در پوزیشن لانگ هستن روی آلت کوین ها حواسشون رو جمع بکنن، سیو سود رو حتما انجام بدن، مدیریت سرمایه رو حتما رعایت بکنن. همچنین پارامتر دیگه که ما میخوایم بررسی بکنیم دامیننس تتر. دامیننس تتر روی ناحیه 4.31 یک ناحیه حمایتی به شدت خوب بود که این ناحیه از دست رفت و الان تبدیل شده به یک ناحیه مقاومتی خوب که در صورت پول بک بهش ما میتونیم انتظار واکنش داشته باشیم. همچنین در تایم فریم های پایین یعنی یک ساعته یه واگرایی خیلی کوچیک توی RSI اتفاق افتاد و این پارامتر رو از قیمت های 4 و قیمت که درست نیست چون اینا محاسبن پارامترن 4.20 تا 4.24 یک اصلاح خیلی کوچیکی هل داد. همچنین نکته‌ای که میمونه بهتون میخوام بگم اینه که دوستان در گذشته مارکت بین اعداد 4.17 الی 4.18 دو تا ایکوال لو اتفاق افتاده، یعنی کف‌های همسان، و زمانی که کف‌های همسان اتفاق میفته این زیر ناحیه نقدینگی جمع میشه. عذرخواهی میکنم، الان دوباره بیاد اومدش. بله، زمانی که کف‌های همسان ایجاد میشه یه ناحیه نقدینگی اینجا ایجاد میشه که باعث میشه این پارامتر رو به سمت بالا هل بده و باعث اصلاح توی مارکت بشه. من همچنین انتظار دارم که این پارامتر اگر در صورت ادامه دار بودن حرکت صعودی بتونه بیاد بین نواحی 4.15 الی 4.14 و از اونجا تصمیم گیری بکنه، چون توی نواحی 4.11 الی 4.10 یک ناحیه حمایتی دیگه داریم. همچنین در مورد اتریوم براتون صحبت کنم. اتریوم پس از رد شدن از اون ناحیه رنج خودش که روی عدد 4516 بودش به سمت نواحی 4700 الی 4800 حرکت کرده و دوستانی که با شکست توی اینجا وارد معامله شدن الان تقریبا توی سود خوبی هستن و همچنین سیو سودتون رو رعایت بکنید. بازار معلوم نیست چه اتفاقی قرار بیفته، التهابات منطقه خیلی بالاست، جنگ‌هایی که داره دنیا رخ میده و این باعث میشه که بازار ما بازار خیلی پر ریسکی باشه. همچنین برای که بخوایم وضعیت کلی آلت کوین ها رو بررسی بکنیم میایم یک پارامتر دیگه به نام توتال سه رو بررسی می‌کنیم. توتال سه رو می‌ذاریم در تایم هفتگی و از نظر تایم بالا بررسی می‌کنیم. همونطور که مشاهده می‌کنید توتال سه در سال 2022 زمانی که رفت پیک قیمت رو زد، از اون بعد تو یک خوابی رفت و از سال 2023 به این ور دوباره شروع به یک حرکت صعودی کرد و الان دوباره رسیده به اون ناحیه مقاومتی که سری قبل باعث این ریزش شده. همچنین دوستان اگر این پارامتر بتونه بین عدد 1.14 الی 1.15 بالاش بمونه، کندل حداقل یک روزه ببنده، میتونه به سمت نواحی 1.8 الی 2 تریلیون دلار حرکت بکنه. ممنون که همراه ما بودید.
لطفاً لایک و سابسکرایب کنید ما رو.